جایگاه ولایت در نزد آخوند رافضی. ایمان منوط است در دنیا به ولایت ایشون که دین همین ایمانه، دین خداوند متعال، دین اسلام همین ایمان به خداوند متعال، غیر این دیگه دین نیست. ولایت امیرالمؤمنین محقق ایمان است، در دنیا موجب ایمان ولایت حضرت می شود. تعبیر مؤمن در قرآن از کسانی است که ایمان به امیرالمؤمنین آورده باشند. بینندگان گرامی، شما مشاهده نمودید که این آخوند رافضی غالی در مورد ولایت که یک آیه قرآنی هم آن را تایید نمی کند چه افراد و غلوی را مرتکب می شود. ایمان را منوط به ولایت می داند و ولایت را محقق و موجب ایمان می داند. دین عبارت است از ارکان، اصول و فروعی که بر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و در کتاب آسمانی آمده است. در قرآن کریم 10 آیه وجود دارد که درباره اصول و ارکان دین و نیز فروع دین و اخلاقیات و فضائل مانند صبر، توبه، استغفار، نیکی، عفو و گذشت، صدق و راستی، امانت و حیا، شکر، حفظ چشم در مقابل حرام و غیره آمده است. آری، آن امانتی که جایگاه آن در نزد شیعه جزء بزرگترین ارکان دین می باشد و بقیه ارکان بدون آن مقبول نیستند و مدار قبولی تمام اعمال به آن بستگی دارد و ایمان مسلمان منوط به آن است، مسئله به این بزرگی و مهمی لازم بود در مورد آن چند برابر سایر ارکان دین آیات نازل می شد. آیا می توان بین اصول دین تا این اندازه تفاوت قائل شد که همه را به وضوح بیان کنند و یکی را که آن هم به عقیده شیعه مدار و حرکت ایمان هست مبهم رها کنند؟ آیا شیعیان به این مسئله اندیشیدند که چرا در قرآن از اصل امامت که به عقیده آنان از نبوت و رسالت بالاتر است اثر واضحی نیست؟ آیا کتابی که تبیان لکل شیء است از ذکر مسئله امامت فروگذاری می کند؟ آیا کتابی که برای هدایت مردم تا قیامت نازل شده، موضوعی که قرنها موجب تفرقه و اختلاف در بین امت است و حتی به جنگها و منازعاتی در بینشان منجر شده، ترک می کند و ماجراهای گذشتگان از قبیل ذوالقرنین و لقمان و فرعون و قارون و غیره را به تفصیل شرح می دهد؟ آیا پروردگار مهربانی که از ذکر پشه در کتابش ابا ندارد از ذکر صریح مسئله امامت امتناع می کند؟ آیا اهمیت اصل امامت از ماجرای زید که نامش صریحاً در قرآن ذکر شده کمتر است؟ آیا اهمیت ماجرای اصحاب کهف که حتی از ذکر سگشان در قرآن کوتاهی نشده از مسئله امامت بیشتر است؟ آیا روش هدایت مردم این است؟ به نظر ما هر که با قرآن انس و آشنایی داشته باشد تردید نخواهد کرد که این نحوه بیان متناسب با روش قرآن کریم نیست و مسئله امامت و ولایت هیچ گونه اصلی ندارد، چه رسد به این که ایمان منوط به آن باشد. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. بگو اگر راست میگویید دلیل و برهانی را عرضه کنید.